افسانه گربه، خروس و داستی تیز. مرد 3 پسر داشت: کلانی مارتین، میانه متی و خردی میخال. پسران کلان شدند و جوانانی خوبی شدند. پیرمرد هم پیر شد، بیمار شد، گویا عمرش به پایان می رسیده باشد. پسرانش را به نزدش خوانده گفت: من پسرانم بایگری زیاده در عمرم گرد نآوردم. برایتان این خانه و گربه و خروس و داستی تیز را میراث میگذارم. همه‌تان دوستانه در همین خانه همان زندگی نمایید و چیزهای مانده را بین یکدیگر صادقانه تقسیم کنید. هیچگاه جنجال و خرخشه نکنید و خوشبخت باشید. همین سخنان را موی سفید گفته بود، از عالم چشم پوشید. فرزندان غمگین گشته پدرشان را به خاک سپرده میراثی کوچک را بین همدیگر تقسیم کردند. مارتین داست را گرفت چون که در افگری خوب بود. به متی خروس و به میخال گربه رسید. روز مارتین به برادرانش گفت: برادران عزیز، اگر همه ما در روی کرسی همین خیل نشستن گیریم از گرسنگی هلاک خواهیم شد. کنی من یک با داستم به تماشای جهان برایم. شما باشید اینجا مانده به کارهای خانه مشغول شوید. برادران یکدیگر را دوست می داشتند، حرمت می کردند. اگر یکی آنها یگان پیشنهاد می کرد، همه‌شان او را دستگیری می کردند. آنها پیشنهادی برادری کلانی را رد نکردند. مارتین دوستش را گرفته با منزل و مکانش خیر خوش نموده بر راه برآمد. راهی دور و درازی را طی نمود، لیکن برای خود کار نیافت. به مملکتی ناشناسی رسید که مردمش یکی از دیگری بی عقلتر می نمودند. مارتین به پایتخت این مملکت نزدیک شد. آنجا او شخصی را واخورد که این شخص از مارتین پرسید که در کتفش او چرا برده ایستاده باشد. دوست را برده ایستادم، جواب داد مارتین. دوستش چی باشد و برای چی لازم است؟ پرسید مردی ناشناس. مارتین جواب داد: دوست علف ها رو می درود. علف می درود؟ انا کار، ما باشیم علف ها رو با دست هایمان می درویم. خودت می فهمی که این کاری آسان نیست. شاید تو دوست را به پادشاه ما نشان می دهی، او برای این دوست مزدی خوبت می دهد. گفت شخصی ناشناس. می توانم که نشان بدهم. راضی شده گفت مارتین. این مرد مارتین را به نزد پادشاه مملکت برد. به پادشاه درباره دوست سخن گفتند. پادشاه به دوست نظر نمود که برایش چیزی عجیب بود و همان زمان به مارتین امر نمود که او دشت‌های پادشاهی را رفته بدرود. مارتین دوستش را برداشته می رفت و از دنبال او آدمان زیادی راه می رفتند. مارتین دوست را به زمین زد و به خدمتگار فرمان داد که نصف روزی خوراک برای 2 نفر بیارد. سپس دیگران را از نزدش پیش نموده خودش به کار آغاز کرد. نصف روزی خدمتگاران خوراک آورده حیران شدند. آنها دیدند که مارتین علفی نصف زمین را درویده است. دوستتان هم چیزی میخورد؟ پرسیدند آنها از مارتین و خود چشمشان را از دوست نمی کندند. کسی که در کار تنبلی نمی کند جایش نزدی کاسه خوراک است. شما باشید ما را تنها مانده روید، گفت مارتین.
خدمتگاران رفتند و مارتین خوراکی 2 نفر را خورده استراحت نمود. بسیار هم خوب شد که خوراک برای 2 نفر خواستم. اگر نمی گفتم که برای 2 نفر، آنها تنها برای خودم خوراک می آوردند و بس. خود را تعریف کرده گفت مارتین. او کمی استراحت نموده باز به کارش شروع کرد. تمام دشت را دوید. سپس دست را به کتفش گرفته به نزد شاه برای گرفتن مزد مهنتش روان شد. پادشاهی آن کشور پرسید: به من گوش بده، بگو دست تو خودش علف رو می درود؟ بله بله، خودش جناب، خودش، جواب داد مارتین. شاید تو آن را برای ما میگذاری، من برایت حقت را 1000 تنگه طلا خواهم داد، گفت پادشاه. مارتین گفت: دست من قیمت‌تر است، لیکن خوب میلش بگذار همین خیل باشد، برای شما با همین نرخ آن را میدهم، گفت مارتین. از کتفش دستش را گرفته به آنها داد و تنگه ها را گرفته به طرف خانه‌شان روان شد. از بین 1 سال گذشت. باز در این دیار سبزه بلند شد. چنان سبزه بلند شد که آنها خواستند که به درو شروع کنند. پادشاه فرمان داد که دست را به زمین برآرند. همه آدمان از گرد و اطراف بیرون آمده نظر نمودند که حالا چه واقعه می شده باشد. خدمتگاران باشند دست را به زمین زدند و آدمان را از آنجا دور نموده خودشان هم از آنجا دور شدند. آنها در خاطر داشتند که دست را در وقت کارش باید تنها گذاری. نصف روزی آدمان به نزد زمین آمده خواستند که ببینند چقدر زمین را دست درویده است. دست باشد در جایی که سحر آن را گذاشته بودند ایستاده بود. همگان حیران شدند. خدمتگاران باشند نزد پادشاه برای خبر را رسانیدن روان شدند. پادشاه حیران شده گفت: با این دست چه شده باشد؟ وقتی که شخصی از دور آمده با آن کار میکرد، او علفها را خوب میدروید، حالا چرا کارش را اجرا نمی کند؟ بگاهی خدمتگار باز خبر آورد که دست به خوراک و به زمین دست نرسانیده است. شاید این دستی جادو شده باشد، گفت پادشاه. بالای سرش را خاریده آن را به زمین گر کنید، شاید فایدهش کند و با او 20 مراتب نغزکک ضربه بزنید. علاوه نمود پادشاه. آنها 1 کرسی یافته دست را به بالای آن گذاشتند و 20 مراتب لگد زدند. بعدی هر 1 ضربه زدن دست از جایش بالا شده بر روی بینی گرد آمدگان می رسید. آن مرد این دست را جادو کرده بوده است، می گفتند آدمانی گرد آمده. آن را تگ خاک کنید. علاوه می نمودند آنها. همین خیل هم کردند. دست را تگ خاک کردند و اهالی اینجا باز با دستشان علفها را کنده می پرتافتند. برادران باشند زندگانی خوب داشتند و از چنین میراث گذاشته پدرشان خوشبخت بودند. روزهای خوب هم تیز می گذشتند و تنگه های برادران به آخر می رسیدند. برادری دویم که متی نام داشت گفت: اکنون من با همراهی خروسم به مردکاری روان می شوم. شاید در یگان جای آن را چون دستی مارتین با نرخ خوب سودا کنم. رو
به دیارهای دوردسته که شخصان نادان در آن جایها زندگی میکنند. در این دیار بسیار مزد نمییابی، گفت مارتین. متی خروس را گرفته بر راهی دراز روان شد. او راهی دوری را پی نمود. ناگاه از سری راهی او شخصی پیدا شد. ای دوست، تو در دست چی داری؟ پرسید آن شخصی ناشناس. من خروس را برده ایستادم، گفت متی. ما درباره خروس چیزی نشنیده ایم، چون این پرنده در ملک ما نیست. وای برای چی لازم است؟ پرسید مردی ناشناس. خروس فریاد میزند وقتی که شما خوابید. او روز را میخواند. انا گپ و مانا گپ. ما بیچاره ها هر روز را گسیل میکنیم با پشتی ها انا آن کوه. سحر باشد او رو رفته پیشواز میگیریم. اگر پرنده تو به جای ما روز را پیشواز گرفته باز گسیل میکرد، پادشاه برایت مالی بسیار میداد، گفت شخصی ناشناس. مرحمت، خودتان میتوانید که شاهد این کار باشید، گفت متی و با شخصی ناشناس به نزد پادشاه روان شد. پادشاه عالی قدر، گفت تعظیم کنان شخصی ناشناس، این آدم پرنده جیغزنی دارد که روز را جیغ می زده است و زمانی که خودی خروس را خواب می برده است، روز باشد به خواب رفتن روان می شده است. چون این پرنده گرانبهاست، شادی کنان قرصک زده، گفت پادشاه. آیا تو راست میگویی؟ علاوه کرد او. بله پادشاه مهربان، گفت متی. مرحمت نموده خودتون این کار را تفتیش نمایید، او علاوه کرد. آنها برای خروس یک سبدی زرگون آوردند. خروس از این خانچه شاد گشته در آنجا نشست. وقتی بسیار یا کمی گذشت که روز بیگاه شد. شاه شادان صبح را انتظار شد. نصف شب تمامی درباریان و خدمتگاران در بسترهای خود منتظر آن شدند که چه خیل خروس روز را جیغ میزده باشد. ساعت 1 شد. خروس خاموش بود. 2 شد. همان لحظه خروس به جیغ زدن در آمد. کوکاریکوکو. همه از ترس پراکنده شده در هر کنج تنها شدند. ساعت 3 شد که خروس باز جیغ زد. او تا صبح دمیدن جیغ میزد. پادشاه باوری حاصل کرد که خروس در حقیقت هم روز را جیغ میزده است. او فرمان داد که از خزینه به متی 5000 تنگه داده او را چون شاهان از خوراک‌های بالذت سیر نمایند. متی خوراک‌ها را خورده، تنگه ها را گرفته از آنجا بیرون شد. برادرانش او را خرسندانه پیشواز گرفتند و چند مدت خوش زندگی می کردند. لیکن از بس که تنگه ها را خرج نمودند، آنها اسراف شدند. میخال گفت کنون برادران، من به جستجوی بخت خود به سیر دنیا می روم. شاید برای گربه من نیز چیز آدمان بدهند. برادران با او گفتند که به مملکت‌های دوردست رود، زیرا که در آنجا نادانها بسیارند. در این مملکت باشد برای گربه او چیزی نمیدهند. میخال گربه‌اش را به خلطه انداخت و به راه برآمد. او رفته رفته به مملکتی رسید که زبان آنها را نمیفهمید، لیکن از بس که آن مملکت کلان بود، او گشته گشته
آن زبان را کمی آموخت. در نزد دروازه راهگذری می ایستاد که از میخال پرسید که او در خلطه‌اش چی دارد. گربه گفت میخال و گربه‌اش را به او نشان داد. این چه حیوانی عجیب است؟ از او یگان فایده می رسد؟ پرسید ناشناس. او موشها را می دارد. اگر در خانه اتون باشند آنها را نیست و نابود می سازد. گفت میخال. تیزتر این مشقب را به خلطه‌ات اندازو و با من به نزد پادشاهمان می رویم. گفت ناشناس. در قصر شاهی موشها خیلی هم بسیارند. آنها از آدمان تماما نمی ترسند و آزادانه در روی میزها می کردند. شاه همان وعده داده است که بر شخصی که او را از این موشها خلاص می کند انعامی خوب خواهد داد. از این کاری آسانه یافت نمی شدگیست. جواب گفت میخال و گربه را به خلطه انداخته با همراهی این مرد به سوی قصر پادشاه روان شد. آنها به نزد پادشاه وارد شدند و آن مرد گفت پادشاه عالی قدر، این شخصی از شهری دور آمده یک حیوانی دارد که گربه نام دارد و موشها را داشته نیست می کرده است. این گپ اگر راست باشد گربه‌ات را به من فروش. من برایت چه قدر که خواهی تنگه خواهم داد. گفت پادشاه. کنی پادشاه مهربان به ما نشان دهید که در قصر شما در کجایند موشها. حاضر گربه‌چه من با آنها حساب و حساب خواهد کرد. گفت میخال را به تنگخانه بردند که آنجا موشهای زیاده زیر پا می گشتند. میخال خلطه‌اش را گشاد که گربه‌اش از آن چنان جسته به طرف موشها هجوم کرد که تمام خانه از موش مرده پر شد. پادشاه خرسند شده امر نمود که به میخال 10,000 تنگه دهند. میخال باشد از خرسندی در کرتش نمی گنجید. او تنگه ها را گرفته به طرف خانه شان روان گشت. در همین وقت فکری بر سر پادشاه آمد. اگر گربه همه موشها را خورده تمام سازد پس او چی می خورده باشد؟ هیچ کس این رو نمی دانست. پادشاه امر نمود که به اسبی بادپای سوار شوند و زود به نزد میخال روان شوند. میخال هیچ چیز را پی نبرده در راه می رفت. سواره او را از دور دیده جیغ زد تا اینکه میخال در جایش ایستاد. میخال ایستاد. سواره به پیشش آمد و با زبانی تربری از او چیزی را پرسان شد. لیکن میخال که این زبان را نمی دانست نفهمید که از او چه می خواهد این سواره. میخال به خلاصه آمده از سواره با زبانی نیمیسی پرسید شاید به یک روزگی آیند. چی؟ پرسید میخال با زبانی نیمیسی. واس؟ رنگ در روی سواره نماند و او چون باد از شنیدن این گپ از چشم غایب گشت. او از ترس می لرزید و لرزان به نزد پادشاه زین زده روان شد. او به نزد پادشاه رسید و گفت پادشاهی مهربان. از دور بلند فریاد زده گفت او من برایت خبری ناخوشی دارم. همین که گربه موشها را خورده تمام کند حیات ما هم به آخر خواهد رسید. این را برایت کی گفت؟ پرسید پادشاهی به هراس آمده. همان آدمی که برایمان گربه را فروخته بود. من از او پرسیدم که گربه وقتی که همه موشها را داشته خورد پس چی می خورد؟ او گفت که واس، یعنی که شما را. پادشاه همان زمان وزیران خود را جیغ زد. آنها فکر می کردند که چی علاج یابند.
با گربه چه چاره کنند. فکر و عقیده های زیاده گفته شد و آنها به خلاصه آمدند که گربه را در خانچه محکم نموده در آنجا پاسبان گذارند تا اینکه گربه راه گریز را پیش نگیرد. سردار سربازانی دربار وظیفه‌دار کرده شد که نزد این حجره 4 نفر جنگاورانی با تمام اسلحه مهیا شده را گذارد. آنها نزد حجره ایستاده از ترس خود می لرزیدند. شب گذشت و روز شد. شب دوم در خانچه خاموشی حکمران شد. گربه همه موشها را داشته خاموش می ایستاد. سربازی که در نزد تیریزه می ایستاد می خواست بداند که چی حادثه ای شده باشد. او جسوری کرده سرش را به تیریزه پیش کرد. گربه باشد در تاقچه تیریزه نشسته دید. ریشه با کلاهی سیرپشم وارد خانچه شده ایستادند. گربه هراسیده از ترس بیرون جست. او شیشه تیریزه را شکسته گریخت. عسکری دوم داد و وای را شنیده دویده آمد تا بداند که چه حادثه روی داده باشد. او دید که رفیقش با ریشی پریشان در زمین افتاده است. عسکر همان زمان به طرف قصر شاهی دوان رفته فریاد زد: پادشاه عالم، بدبختی آمد. حیوانی بدهیبت از خانچه بیرون شده رفیق ما را گزید. حالا همه ما را نیست خواهد کرد. حالمان خراب خواهد شد. بلا آمد. گفت این عسکر. این زمان تیریزه و درهای همه خانه های شهر بسته شدند. اهالی شهر در هر جایی که می توانستند پنهان می شدند. پادشاه باشد از صف اسکران جسور یک دسته مردان ناترس را گرد آورده به آنها لباس و اسلحه های جنگی را داده به جنگ گربه روان ساخت. امر شاه همان زمان اجرا شد. آنها 3 شب و 3 روز گربه را می جستند، اما گویا گربه غیب زده باشد به چشم نمی نمود. برادران باشند خوشبختانه و دوستانه عمر به سر می بردند. آنها می دانستند که کنون به کسی امید بستن لازم نیست و وقتی که یک جایه می نشستند از این سرگذشت یاد آورده به حال مردم نادان می خندیدند. ان همین طور آنها دوستانه عمر به سر می بردند. ان همین بود افسانه امروزه ما. اگر افسانه پسند شما شده باشد خواهشمندم که علامت بسیار خوب را پخش نمایید. خانه آباد و سربلند باشید.